بسیار اجازه بدید مطلبشون تمام کنن بعد چشم. اجازه بده. خب بفرمایید آقای رئیس جمهور باقی مطلب کنید. اجازه بدید. اجازه بدید دوستان، اخطارتون هم گوش میدید. بذارید صحبت آقای رئیس جمهور تموم بشه. یه لحظه حرف من گوش بدین. اجازه بدید. بفرمایید آقای رئیس جمهور مطلبتون بفرمایید. آقای رئیس اجازه بدین دیگه. من از شما خواهش کردم آرامش جلسه رو حفظ بکنید تا صحبت ایشون تموم بشه. بفرمایید آقای رئیس جمهور. آقای رئیس اگر که شما موافق باشید، چون اینجا سیستم صوتی خوب پخش نمی‌کنه، من همون یک نسخه میگم به واسطه کمیسیون ها. ما کل فیلم رو پخش کردیم. نه 25 دقیقه است، 24 دقیقه است، هر چقدر میخواید پخش کنید. اینجا سیستم. پس بذارید من بعضی نکاتش رو براتون بخونم. نه اجازه بدید مطلبشون رو بگم. بفرمایید. حوصله کن آقا جون. بفرمایید آقای رئیس جمهور. بفرمایید. بفرمایید آقای رئیس جمهور. آقای سکوت رعایت کنید. بذارید مطلبشون رو انجام بگن دیگه. شما چه حساسیتی دارید؟ یه صلوات بر محمد و آل محمد. یه صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. من بعضی قسمتاشو میخونم، نوارها رو هم با در اختیارتون میذاریم. به نظرم با دستگاه کوچیک توی اتاق بشینید مفهومه. اینجا سیستم صوتی تطابق نداره با هم. این یه خلاصه است. چرا؟ خب شما گفتید پخش کنید، من تو می‌خواستم پخش نکنم که. خب آقای رئیس گفتن پخش کنید. نه من چیزی نگفتم. شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار بعد نگید نذاشتم. همه چیزتون رو بگین. چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر می‌کنم اونجا مسئله‌ای بوده. بگین. نخیر. آقا مسائل. آیون خواهش میکنم امروز روز مهمی است. اجازه بدید حرفاشون رو بزنن. تو این جامعه ما از این حرفا زیاد زده میشه. بذارید بگن. شما چرا حساسیت نشون میدید؟ آرام باشید بذارید حرفشون رو بزنن. اگر راجع به بستگان ما بوده بذارید حرفشون رو بزنن. من میخوام بشنوم. بفرمایید. دوستان عزیزان من، مسائل همیناست. ساله که به من گفتن پخش نشه، منم گفتم بسیار خوب. آقای رئیس فرمودن نخیر پخش کن. نخیر من شما همین الان مطلب رو قلب نکنید. شما گفتید من یک نواری دارم میخواستم پخش کنم، تو جامعه یه چیزی رو میندازید. من گفتم هر نواری دارید پخش کنید. وقتی میگید چرا سوء تفاهم ایجاد میکنید؟ خب بگید مطلبتون رو بفرمایید. شما بفرمایید. بالاخره دوستان من، برادران، خواهران، بالاخره یا اینا ارتباط داره با کارهای ما یا نداره. شما تشخیص میدید، بالاخره گوش بدید اول ببینید چی هست، بعد ببینید ارتباط داره یا نداره. مربوطه برادر عزیز، تو همین بحث این تو همینا بحثه. آقا گوش بدید، تو همیناست. شما مطلبتون رو بگید آقای احمدی نژاد. چرا؟ بفرمایید. شما ساکت باشین بذارید مطلبشون بگید. یک شخصی اینا بالاخره سند من اون گفتم اون یه مقداری که نرم‌تره تهیه بکنم، همش رو میتونیم در اختیار شما بذاریم. 23-4 ساعت همه نمایندگان عزیز محرمند و ما مخلص شما هستیم، ولی بالاخره باید چی کار بکنیم؟ دولت تحت فشار با همین حرفایی که الان این تو هست. شما میگید که
کار بی خودی میکنیم میگی خب چیکار باید بکنیم؟ چجور باید دفاع کنیم از دولت؟ چجور باید از حق دفاع بکنیم؟ شما راهش رو بفرمایید ما همون عمل بکنیم. حالا سیستم صوتی جواب نداد. من سوال کردم بعضی تیکه ها شما براتون میخونم. یه شخصی به نام آقای فاضل لاریجانی با آقای مرتضوی جلسه داره. اخیراً اینا یک تأمین اجتماعی قراردادی داره می‌بنده، شرکتاشو میفروشه به یه گروهی که من به چند و چون اون کاری ندارم. هیئت امنا دارن، تشکیلات دارن، زیر حساب دارن، مدیر دارن، بازرسی هست، میان رسیدگی میکنن. یه فردی به نام آقای میم، من اسمشون رو میگم، معاون مجتمع غذایی تهران، ایشون اومده میگه میدونید که من با یکی از برادران آقای لاریجانی رفت آمد خانوادگی دارم. آقای مرتضوی میگه شما ارتباط داری؟ اون میگه بله. من میخوام اینو بگم که بقیه برادران به گرد این آقا فاضل نمیرسن. نمرش پیش من 0 است. اون یکی برادر رو میگه به خدا قسم. یعنی اگر اون آقا برادر این آقا فاضل نبود 3-4 تا فوش بهش میدادن. یعنی اصلا قبولش ندارم. بهش گفتم شما هر چه میخواهی به مرتضوی شفاف بگو. این آقا واسطه است که آقای فاضل لاریجانی میاد پیش آقای مرتضوی. ببین باید خودت رک به دکتر بگی که آقای زه که همونی که میخواد قرارداد ببنده با تامین اجتماعی باید از قبل من به شما وصل بشود. خواهش میکنم. آقایان اجازه بدید مطلبشون رو بگم دیگه، شما چرا نمیذارید؟ بفرمایید. بعد بحث میکنن آقای فاضل لاریجانی اینجا میگه که خطاب به آقای مرتضوی میگه اون کسی که میخواد قرارداد ببنده باید هوشیار باشه، یعنی خیلی رو ما تبلیغات نکنه این برای آنور که من با فلانیم، یعنی جایی مطرح نکنه. خب اصلا هر هفته یک جایی میبینم صحبت ها رو میکنیم، هماهنگی رو میکنیم. آقای مرتضوی به اون آقای میم میگه بیا برو بیرون شو. حس میکنه که اینجا ممکنه مسائل دیگه ای مطرح بشه، او رو از جلسه میفرسته بیرون. اونم میگه باشه میره بیرون. آقای فاضل لاریجانی باز به آقای مرتضوی میگه من میخوام با اون گروه زه کار بکنم. علی ابلاغ کتبی نزنه برای من، تلقیش این باشه که من میخوام باش همکاری بکنم. حوصله کنید میرسه به اونجاش. بعد میپرسه از آقای مرتضوی اخیراً علی آقا رو دیدید یا نه؟ مرتضوی میگه اخیراً ندیدم. نه. اون آقا میگه آقا ایشان نظرش بسیار مساعد نسبت به شما و میتواند کمک کند، حتی تلطیف کند با قوه قضاییه. خداییش من مسئله صدا و سیما رو بهش یادآوری کردم، اذعان داشت. بعدش هم اشاره کردم گفتم این زمان بحرانی که ایشان مدیریت میکند و حفظ نظام میکند بعدش اینطوری واقعا اذعان داشت با تمام وجود، یعنی چیزی نبود، تظاهر نبود. اصلا ارتباط با ایشان رو مستحکم‌تر کنید. به نظرم الان زمینه‌اش کاملا مساعده. خصوصا این مورد هم که پیش آمده درباره زه، یک ملاقات جدی و خودمانی. حالا منزل ما یا اصلا بیرون از چیز، بیرون از قوه و مجلس، قوه و مجلس نباشه، منزل مادر باشه، بدون سر و صدا و اینها، با تمام وجود خدا شاهده. به هر حال من قلق آنها علی آقا صادق هم دستمه که چجوری ورود کنم، چجوری جا بندازم. آقای مرتضوی تعجب میکنه میگه قلق علی آقا و آقا صادق. آقای فاضل میگه هر دوشون. بعد آقا فاضل میفرمان ابتدا روی اینا خلاصه است، من گفتم اون رقیقاشو جدا کنه. ابتدا روی صداقت و پوسکنده میگم حالا شما هر جور صلاح میدونید ما میخوام باهاش کار کنیم، یعنی با اون زه، اون گروهی که شرکت بین المللی دارن، کار اقتصادی. خب حالا این که بخوایم ورود پیدا کنیم، یک دو تا پروژه خوب را بهش پیشنهاد کنیم بیاد برای سرمایه‌گذاری خودمون باهاش همکاری کنیم، مثل پالایشگاه یا هر چیز دیگر از این پروژه ها هست، واقعا پروژه‌ای که جاذبه داشته باشد بعدش بتوانیم باهاش کار کنیم. حالا به هر شکل اینجا خارج
به حساب اینها اگر صلاح می‌دانید به هر حال بعدش هم خوب یک کمک‌هایی هم می‌شود کرد. یه جوری یک کسایی در این صد و اینها مزاحمشان میشوند، مشکل پیدا میکنند. به هر حال میتوانیم مفید واقع بشویم. حالا حدسم بر این است. مرتضوی میگه شما بفرمایید ما چه کار کنیم، من بدانم چه کار کنم. اون آقا میگه یه زمینه آشنایی ایجاد بشود. این میگه خب اصلا هیچی نمیشناسیدش، میگه نه ندیدمش. اصلا ندیدیش؟ نه. خب من چیکار کنم؟ دیگه یه زمینه آشنایی ایجاد بشه، بعدش هم توصیه بفرمایید که اصلا فلانی خوبه با شما کار کند، اصلا احساس کنن نمایندگی شما را دارم. اون میگه مدل شما میخوام بدونم، باید چیکار بکنم، من باید بدونم چیکار کنم. میگه خوب ما تو همین پروژه‌ای که الان قرارداد بسته با شما، یه پروژه‌ای جدیدی که شما معرفی کنید، ما بتوانیم یک نظارتی داشته باشیم، کمکش کنیم، اینطوری باهاش دیگه قاطی بشیم توی کارها، کارهای اقتصادی اگر صلاح میدونید اینها، یا هر راهی که خود جناب عالی توصیه می‌فرمایید خیلی موثر است، بهش توصیه کنید همکاری فلانی برای آینده کاری تو ایران خوب است، یه همچین حالتی. مرتضی میگه آینده کاری او میگه بله آره دیگه، اینطوری بعدش هم مثلا مورد وثوق جناب عالی هست، یعنی بهش بگید که من مورد وثوق شما هستم، میتواند با شما همکاری داشته باشد، کمکی کند در امورات همین پروژه‌ای که اینجا دارد و پیرو این صحبت‌ها. مرتضی میگه ما خارج از کشورم گفتید میتونید کار کنید، چه جوری مثلا چه پیشنهادی دارید؟ میگه خب من نمیدونم فعالیت‌های بین‌المللی چگونه است و اینها. میگه چیکار میتونید بکنید؟ میگه خب من اگه منو به عنوان مباشر خودش طلب میکنه، خب میرویم توی مدیریت‌های مختلف کمکش میکنیم. میگه من میگم که مثلا چی؟ اصلا شما به عنوان مشاور خودش، خب اصلا شأن شما اینطوری نیست. اون میگه خب تلقیش این باشد، لازم نیست حالا مثلا جایی مطرح کند و اینها. مرتضی میگه الان که مثلا من بهش بگویم که آقای فاضل رجایی میخواد بیاد با شما همکاری داشته باشه، شما به عنوان مباشر خودت قبولش کنی، این اصلا تو ذهنش نمی آید، چون شما برادر رئیس مجلس هستی، برای رئیس قوه‌ای. اون میگه من چیزی که مکنونات قلبی هم هست، مکنونات قلبی خودم را میگویم، کاملا حرف شما درست است، این حاکی از درایت جناب عالی است. خوب قالبش که اصلا چطور ورود کنیم و اینا، بهترین راهش همین است که جناب عالی توصیه بهشان بفرمایید که حضور فلانی میتواند یک اطمینانی باشد برای آینده کارهای خودتان در اینجا. این همین توصیه شما، طوری که ایشان مشتاق باشد برای همکاری. میگه قوه و مجلس و اینها میتوانی کاری بکنی؟ میگه بله، یک همچین حالتی ببینید، یک کسایی که در این سطح فعالیت میکنن همیشه در مزان دخالت‌ها و خلاصه موانع هستند. ما میتوانیم رفع موانع برایش بکنیم. حالا این موانع چی هست بستگی به کیسش دارد دیگر. بله آمادگی داریم. مشکلاتی که آقای این به یه فرد مشهوری شما میشناسید دارد در چند جهت، اولا بسیار آدم خوبی است، متدین، زحمتکش، 10-15 تا پروژه دارد پتروشیمی، همه را بنده خدا احتیاج به کمک دارد. مرتضی میگه شما چیکار کردی براش؟ ایشون میگه ایشون چند تا مشکل داشت، یک سری مشکلات با بانک ها داشت. همین فردا من دوشنبه ساعت 9 با آقای این قرار دارم، آقای این به می آید، آقای میم هم می آید، خود من جلسه گذاشتم که حل کنم. یه مشکلاتی در قوه قضاییه داشت، چند تا حکم اجرایی برایش آمده بود از مفاسد اقتصادی که چرا نمیرید پول بانک رو بدید. خوب مهلت گرفتم براش، حل شد دیگه، کاری بهش نداشتم دیگه، رفتم پهلوی اخوی دستورش رو گرفتم دیگه. مرتضی میگه خب شما این اعتبار رو دارید که برید از اخوی دستور بگیرید؟ ایشون میگه بله اینا رو کمک کردیم بهشون، حتی در یک جلسه هم اخوی دیدش. البته از این زاویه که گفتم من دارم با ایشان کار میکنم، میدانم زحمت میکشد، 10-15 طرح دارد بیچاره. مرتضی میگه خب اخوی دستور دادم مشکلاتش حل شود دیگه چی؟ میگه خیلی از موارد دیگر معاملات بانکی بوده، با بانک تجارت، با بانک صنعت اومدم، من خودم مشاور بانک صنعت معدن بودم، من در آنجا اتاق داشتم، تقسیط کردم، 5 ساله دارد حل میشود، خودم نظارت میکنم. پرونده زیاد داشت، مثلا فرض کنید که آقای الف آنجا بود، رئیس دادگستری فلان استان هم یک عده زارعی از اون شکایت کرده بودن سر زمین و اینها. خب رفتیم صحبت کردیم تا حدودی حل شد مسئله، یعنی با سفارش با آقای الف حل کردید؟ یعنی رئیس دادگستری میگه بله. مرتضی میگه مثلا بحث‌های کارگری بوده، چیزی حل کردید؟
میگه کارگری هم داشته، مسائل مالیاتی داشته، مسائل حسابی داشته مالیاتی. ببینید من الان پوسکنده میگویم، من کار دانشگاهی کردم تا الانش هم تازه دوزاری افتاده، الان نوه دارم، خداییش امورات هم با ما 2 میلیون اینها نمیچرخه. خب یه فرصت ویژه پیش آمده، ما چند سالی خلاصه ورودی داشتیم به کار اقتصادی، و اینا واقعا خداییش کمتر از دیگران نیستیم از لحاظ اینکه بتونیم مدیریت کنیم. خوب نبودیم تو این عرصه، الان که وارد شدیم قلق‌ها دستم آمده، هم به لحاظ ارتباطی هم به لحاظ مدیریتی. واقعیت اینه، ببینید اولا یه قدمی برداره، الان تموم میشه از اون برام برداره. فرض کنید یک مسکن، حوصله کن، یه مسکن مختصری چیزی فراهم کنه به نام یکی از بستگان من برای شروع کارش، بعدش بقیه کارها دیگه به تدریج میریم جلو دیگه. حالا سعیم میکنم حالا اون ریالی هم نگیرم که اینجا تو چشم بیاد، بیشتر نگاهش این باشه طرفش رو حفظ کنیم. مثلا یه جوری اینطوری نگاه بکنه، نه اینکه مقطعی ببینه دارم را، مثلا بگه یه استفاده گذرا بکنیم، یه آپارتمان 600-700 تایی بده دیگه. اون وقت شما ویلایی میخواید، یه آپارتمان مرتضوی میگه آره بهتره، به چشم نمیاد، بله بهتره اگر ویلایی باشه. میگه خودتون جایی دارید معرفی کنید؟ میگه بله، به نام یکی از بستگان من بخره، پدرش فوت کرده، پدرش پزشک بوده، به چشم نمیاد. مرتضوی میگه اسمش چیه؟ اسمشو میگه با فلان کس ارتباط داره، میگه بله فامیل هست. تموم شد. یه تیکه دیگه داره، اجازه بده. دسته من گفتم اینا رو رسیدگی بکنید. بالاخره شما مجلسی، ما دولتی، کاش البته پیشنهاد هست که من مسائل رو حل میکنم. من میگم نیازی به حل مسائل از این طرق نیست، اگر درست باشه البته. شما اینها رو رسیدید، آقا صوت، تصویر، نوار مشخص، رسیده 24-5 ساعته. اگر رئیس محترم مجلس صلاح دیدن ما 24-5 ساعت رو در اختیارتون میذاریم. 3-4 گروه هم اومدن حرفا رو زدن، مسائلی مطرح شده. اینا من میخوام بگم یه مسائلی جاهای دیگه هست بین من و شما، فاصله برای چی باید باشه؟ چرا باید شیخ الاسلام امروز اینجا محاکمه شد؟ شیخ الاسلام یه آدم خدوم در خدمت شماست. بحث‌هاشو من به نظر مجلس احترام میذارم. استیضاح حق شماست، نظر حق شماست، هر چیزی نمایندگان مجلس تصمیم بگیرن، ما در خدمتتون هستیم. به نظر شما به قانون هم احترام میذاریم. و السلام علیکم. متشکریم آقای رئیس جمهور، تشریف داشته باشید، بیاناتی است و گوش بدید براتون مفیده. لحظه اجازه بدید، من مطالب شما را هم استماع میکنم. اجازه بدید، تذکرات شما را هم گوش میدید. اجازه بدید آقایون نمایندگان در صندلیاتون مستقر باشین، بفرمایید بنشینید. من تذکرات و اخطارهای شما رو خواهش کردم بیانات آقای رئیس جمهور قطع نشود که همه مطالبشون رو بگن، چون یه مقدارش واقعا قانونا حق شما بود. من احساس کردم چون راجع من داره صحبت میکنم، چون فاضل لاریجانی اینا بخصوصشو بنده بودم دیگه، میخواستم احالهش بدم به من، چون یه استیضاحی در مجلس شده، چه ربطش به من چیه، ربط ایشون به من چیه، بیان کردم. خواهش میکنم به صندلیاتون بشینید، من چند تا نکته به شما عرض بکنم، بعد اختاراتون هم گوش میدم. بفرمایید. چشم. اگر شما فقط اجازه بدید من مطالبم رو عرض بکنم، از ایشون هم خواهش کردم بنشینن گوش بدن حرفا رو. بفرمایید آقایون، بفرمایید از صندلیاتون، بفرمایید آقایون، بفرمایید. اتفاقا جلسه خوبی است. بعضی از این مسائلی که تو کشور ما وجود داره از همین سنخه که باید حل بشه. این روش ها اگر ادامه پیدا کنه در پشت صحنه، مشکل ایناست. اجازه بدید من اولا تشکر میکنم از اینکه آقایون تحمل کردید. آقای رئیس جمهور همه حرفاشون رو زدن، ایشون هم گفتم من یه نواری دارم و این خود اینم یه جستی است دیگه. ما گفتیم شما هرچی مصاحبه انجام بدید، گذاشتم روشن شد که چیز
بقیه مطالبم که گفتن نوار پخش نشده خودشون قرائت کردم. حالا من میخوام این چند تا نکته عرض کنم. اولا بحث ایشون راجع به تنظیم قوا به هم خورده. تنظیم قوا به هم نخورده. آقای رئیس جمهور، این سلیقه شماست که یه جایی نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی قبول نداریم، یه جاهای نه صحبتی ندارید، جوابتون رو داره میدم. شما در این جلسه اتهاماتی به من وارد کردید، من مطابق آیین‌نامه داره جوابتون رو میدم و شما هم حقی ندارید دیگه، چون بیش از حد باز حرف زدید. تمام حرفتون اتهام به رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه بود. حالا ایشون حق داره جواب بده، ولی رئیس مجلس من هستم و اینجا میخوام جواب شما بدم. شما سرتاپای این استیضاح و اتهامات و تهمت‌هایی به من گفتید و مطابق آیین‌نامه 2 برابر وقت شما من فرصت دارم جواب بدم. تنظیم روابط قوا به هم نخورده. این سلیقه شماست. قانون میگذرونی، شما ابلاغ نمی کنید، بعد میگید من قسم خوردم، من با تشخیص بدم خلاف قانون اساسی هست یا نه. اینجوری نمیشه. قانون اساسی اگه بخواد رعایت بشه، قانونی که مجلس تصویب میکنه، شورای نگهبان تایید میکنه، رئیس جمهور موظف ابلاغ کنه. تنظیم قوا اینجاها به هم خورده. و فرمودید که بعضی مسائل سیاسی هست 2-3 سال تحت شدیدترین فشارها هستیم. مشکل اینجاست، شما افرادی رو به عنوان یاران خودتون انتخاب کردید، پرونده هایی دارن، نمیذارید رسیدگی بشه. فشاری نیست. از من میپرسید همین مطالبی گفتید به دادگاه میدادید رسیدگی کنم. مگر ما از کسی دفاع میکنیم؟ ما نزدیکترین فردمون هم باشه تخلف کرده باشه میگیم رسیدگی کنم، ولی شما نمیذارید رسیدگی بشه. اشکال این هاست. فرمودید در روند کشور بنبست ایجاد میشه. اشتباه میکنید. در کشوری که ولایت فقیه هست بنبست نیست. شما در بسیاری از موارد شکایت کردید به رهبری ارجاع دادن به هیئت حل اختلاف نظر قاطع داد دیگه، حس نباید حرف بزنه. پس بنبستی وجود نداره. مثل همین اصل 138 که چندین بار گفتیم قانون اساسی رو میخونید. خب بر اساس این اصل 138 قانون تصویب کرده مجلس، شما قانون تمکین نکردین. شورای نگهبان این قانون تایید کرده که اگر هیئت وزیران مصوبه‌ای گذراند که با قانون تطابق نداشت، رئیس مجلس موظف اون ایراد بگیره و با استدلال بده به دولت. در قانون گفته اگر دولت رعایت نکرد باید او رو لغو کنه. شما به این اعتراض دارید، کی باید اینو حل کنه؟ شورای نگهبان نظر داده قبول کرده، شما چرا تمکین نمی کنید؟ نه تنها این، شما در مورد همین نامه به رهبری نوشتین که این اصل 138 قانونش خلاف قانون اساسی است. چرا نظر رهبری رو نمیگیم؟ رهبری دادن به هیئت حل اختلاف، هیئت حل اختلاف هم نظر شورای نگهبان پرسید، رهبری ابلاغ کرد، یعنی تمام کرد. دیگه چرا تکرار میکنید؟ از چی تمکین میکنید؟ اگر از ولایت فقیه تمکین میکنید، خب ولایت فقیه نظر داد، بنبست رو تمام کرد. چرا میگید بنبست؟ فرمودید دیوان عدالت باید محل اتکا باشه و اگر ما شکایت داریم انجام بشه. یه جایی طول دادن، رسیدگی نکردن. خب عزیز من، قبل از این همه این حرفا در مورد قانون دیوان عدالت که ورود کرد در مورد سازمان تامین اجتماعی، اگر قبل از سال 88 بود حق داشت دیوان عدالت، اما سال 88 قانون تصویب شده. متن قانون چیست؟ قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری بند الف میگه سازمان مذکور
یعنی سازمان تامین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانون زیربط پاسخگو می باشد، شما رفتید در هیئت دولت اینو تغییر دادید، بردید زیر نظر معاون اول، هم دیوان عدالت اداری گفته خلاف قانون، هم رئیس مجلس، قانون از زیر پا گذاشتیم. چرا میگید دیگران دست پای ما رو میبندن؟ شما تخلف کردید. چرا دیوان عدالت رعایت کرده الان؟ چون سال 88 این قانون تصویب شده، قبل از اون نمیتونست، بعدش میتونست. بنابراین اینقدر ابهام نداره. یا نمیدانید بپرسین. فرمودید که دیوان محاسبات چرا دادگاه داره؟ دیوان محاسبات دادگاه نداره، قوه قضاییه شعبه اینجا داره، دادستان داره و دادگاه. این قانون مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده، شما به چی ایراد دارین؟ پس بفرمایید نظر شورای نگهبان قبول ندارم. نمیتونید اینو بگید. شما رئیس جمهور هستید، باید نظامات حاکم بر کشور و قانون اساسی رو قبول داشته باشید. خب قانون دیوان محاسبات گفته یک شعبه دادسرا و یک شعبه دادگاه وجود، قوه قضاییه میذاره، دادستانش هم مجلس رأی میدهد. خب دادسرا برای خیلی ها حکم صادر میکنه و میره تو دادگاه حکم داده، حکم بدوی داده برای رئیس بانک مرکزی، میتونه بره تجدید نظر شکایت بکنه. شما به چی ایراده؟ این عین عدالته. مگه میتونیم بگیم که بعضیا بهتر از بقیه رسیدگی نکنن در دادگاه؟ شما نباید یه حاله‌ای بذارید که دادگاه دخالت نکنه، باید بگید احسنت که دخالت کردی، برو رسیدگی کن از مسئولین زیربط، نه اینکه مانع بشید. بنابراین دیوان محاسبات تخلفی نکرده، ربطی به دیوان نداره، به دادگاه دیوان محاسبات داره. شما فرمودید که اگر اینطور باشه رئیس مجلس باید حاکم باشه. رئیس مجلس وظایف روشنی داره، قوا مستقل از همان. رئیس مجلس طبق قانون اساسی و قانون موظف کردن. بخونید قانون اساسی رو که اگر مصوبات مجلس خلاف قانون یا روح قانون باشد او تشخیص بدهد و رد کند. مصوبات دولت. بنابراین خلاف قانون ما هم محدودمون همینه، نه در کار اجرا دخالت داریم. شما میگید آقای مرتضوی رو چرا دخالت کرده رئیس مجلس؟ رئیس مجلس به مرتضوی کار نداره. رئیس مجلس میگه مصوبه‌ای که شما دور زدید و این متن قانونی رو لغو کردید و بردید این سازمان رو زیر نظر معاون اول، خلاف قانون است. ما اینو گفتیم. نتیجه اون این است که آقای شیخ الاسلام نمیتونه بیاد اینجا بگه مسئولیتش با من نیست، چون دولت تخلف کرد و منم اعلام کردم تخلف رو، بنابراین زیر نظر ایشون و آبادشون تمکین میکرد و نکردن. بنابراین اینها روشنه، ما به استقلال قوه مجریه مشکلی نداریم. اما ملاحظه بکنید همین نفس این کار رو که این تهمت‌های زیادی که در این جلسه نثار بنده کردن که هیچ ربطی به موضوع استیضاح نداشت و اگر مر آیین‌نامه رو من میخواستم رعایت بکنم نباید اجازه میدادم حرف بزنن در این زمینه. اما چون دیدم هی میگن فیلم و بیاناتشون به جای استیضاح اومدن راجع به رئیس مجلس صحبت کنن، گفتم بذارید حرفاشون رو بزنن و خوب شد حرفاشون رو زدن. نمایندگان محترم در جریان هستید. از ابتدای بحث استیضاح وزیر کار بنده وساطت کردم از باب اینکه تشنجی بین دولت و مجلس ایجاد نشه. این آقای مظفر اینجا هستند. کجا هستند؟ آقای مظفر اینجا تشریف دارن، معاون نظارت مجلس هم. اگر من خلاف میگم شما شهادت بدید که اشکال داره. من به ایشون گفتم شما استیضاح کنندگان رو دعوت کنید، وزیر محترم کارم دعوت کنید، ببینید میتونید با اینا به تفاهم برسید که استیضاح تو مجلس مطرح نشه. این آقایون جلسه گذاشتن، متنش رو با خوشحالی آوردن پیش من که همه امضا کردن که آقای وزیر کار قبول کرده هیئت امنا بذاره آقای مرتضوی رو عوض کنن و گفتن آقای وزیر گفت من امضا نمی کنم ولی اینو اجرا می کنم. حالا محظوراتی داشتم. بعد از اینکه این کار انجام شد وزیر محترم پذیرفت و علل ظاهر این کار رو انجام داد.
بعد از اون که ایشون کنار گذاشتم یه مرتبه با مصوبه دولت مواجه شدیم که این سازمان رو خلاف قانون، ما نص قانون داریم، بردن زیر نظر معاون اول. وزیرم گفت دیگه از من کاری ساخته نیست. خب این مسخره کردن قانونه، خلاف قانون. چطور میتونه رئیس مجلس حرف نزنه؟ چرا توقع دارید ما حرف نزنیم؟ من آقای مرتضوی از شماها بیشتر میشناسم، من حرف آقای حسینیان هم رد نمی کنم، خدماتی هم کرده در گذشته، ولی این دلیل نمیشه که ما اینجا کسی خلاف قانون مرتکب میشه حرف نزنیم. برادرمون هم باشه با جلوش میستیم، اینطوری نیست. طبق این ماده صراحت داره که این کارشون خلاف قانون بوده. خب ما هیئت تطبیق این مصوبه رو لغو کرد. آقای شیخ الاسلام تلفنی زدن به من راجع به این، چون من یه گله‌ای کرده بودم که ایشون تخلف کرده، به یکی از آقایون وزرا یا آقای فروزنده ایشون زنگ زد به من، گفت من خواستم شما توجیه بشید که من تخلف نکردم، از عهده من خارج، دولت تصویب کرد این بره زیر نظر معاون اول. من به ایشون گفتم این خلاف قانونه و به عهده شماست. در حال ایشون گفت از عهده من خارج. لذا این مسئله به اینجا رسید. روز دوشنبه من خدمت آقای رئیس جمهور رفتم راجع به کار دیگری. اونجا به ایشون گفتم که این استیضاح مطرحه، این مطلب هم آقای مظفر دخالت کردن که حل بشه، حالا نشد. حالا یا من وساطت کنم یا شما وساطت کنید این مسئله حل بشه. راهش هم این که آقای مرتضوی بره کار دیگه‌ای بهش بدین، چون اینجا حضورش خلاف قانونه، بره کار دیگه‌ای بکنید که خلاف قانون نباشه. و ما هم از دوستان استیضاح کننده خواهش کنیم پس بگیرن و ایشون نپذیرفتن. بنابراین ما بین خودمون و خدا اونقدری که وظیفه داشتیم و برداشت داشتیم در شرایط فعلی در کشور تشنجی به وجود اومد انجام دادیم، ایشون نپذیرفتن. امروز صبح ساعت 7 آقای فروزنده معاون ایشون گفتن من یک پیغام فوری از آقای رئیس جمهور دارم و میخوام با شما صحبت کنم. من با اینکه کار داشتم گفتم چون کار فوری پیغام ایشونه بیان، اومدن گفتم بیاید اینو جمع کنیم، مشکل داره ایجاد میشه، ممکنه آقای رئیس جمهور حرفایی بزنن. من براشون سیرشو گفتم، هم آقای مظفر رو من گفتم دخالت کنه، هم خودم صحبت کردم. من کاری از این بیشتر از بنده صادر نمیشه مگر اینکه آقای رئیس جمهور بپذیرن ایشون جابجا کنن. ایشون گفت چون که نمیپذیره اینا. بعد این نکته ای گفت که عرض می شود که اگر این آقای احمدی نژاد گفتن این، البته ایشون گفتن این به نفع کشور نیست، ایشون پیش گفتن که اگر این مسئله حل نشود من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردم. من گفتم که من نمیدونم موضوع نوار چیست، مال هر کسی از بستگان ما هم باشه برای من فرقی نمیکنه و من اگر ایشون حرفی زدن در این زمینه نوارو میبینم پاسخ ایشون خواهم داد. من البته اطلاعات زیاد دارم، مصلحت نمیدونم راجع به اطرافیان ایشون چیزی بگم، من مثل ایشون لازم نمیدونم کشور متشنج کنم. ولی من به آقای فروزنده گفتم این یه تهدیدم کردم که بلکه ما از استیضاح صرف نظر کنیم و من اینو مصلحت نمیدونستم. مجلس جایگاهی است که قانونش باید حفظ بشه و رئیس مجلس قسم خورد که از حقوق مجلس دفاع کنه. شما راجع به بستگان من هر چی دارید بگید، من هیچ مشکلی ندارم. بین خودم و خدا من یک وضع روشنی دارم. شما بیاد بگید در این قضیه همه این حرفایی که زدید نتیجهش چی بود راجع به استیضاح. من که گفتم استیضاح باید انجام بشه، پس این حرفا رو برای چی اینجا گفتیم؟ حالا ملاحظه کنید نفس این کار رو. به نظر شما یک اقدام توطئه‌آمیز علیه رئیس قوه مقننه نبود که آقای مرتضوی یکی از بستگان ما رو دعوت میکنه به دفترشون؟
و بعد فیلم میگیرن. پس معلومه برنامه داشتیم. مگر الان شما تو ملاقات‌های اتاقای ماموریت ما فیلم میگیریم؟ من نمیدونم دستگاه آقای رئیس جمهور چجوریه، ما که فیلم نمیگیریم اساسی. این به نظر شما توطئه‌آمیز نیست که یه نفری رو صدا میکنن بیاد، بعد با هم صحبت میکنن، بعد اینو فیلم میگیرن؟ پس ما برنامه‌ای داشتیم که این فیلم رو بگیرید و بعد یه روزی مثل اینجا بیاید علنی کنید مثلا. حالا نمیدونم چه فایده‌ای بر این هست، ولی خود نفس این کار یه کار مافیایی نیست؟ یه کار توطئه‌آمیز نیست؟ به نظر شما این اخلاقه؟ این کار در سطح یک رئیس جمهوره؟ رئیس جمهوری که مرتب دیگران رو تهدید میکنه، در مورد استیضاح رئیس مجلس رو تهدید میکنه، این رفتار دو کشور، مشکلات کشور ایناست آقای رئیس جمهور، مشکلات کشور ایناست. بنده با برادرم ارتباطی ندارم، ایشون این گفت آقای فاضل لاریجانی فلان، توی کشور خیلی ها هستن نسبت دارن، رفتارهای متفاوت دارن، ما با هم ارتباطی نداریم. آقای فرهنگی تماس گرفته بوده به ایشون، بگید چی گفتن ایشون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چون اتاق فرمان گفتن که صدا مطلقاً روشن نیست و ما میخوایم این رو پخش کنیم، چیزی مفهوم نخواهد شد، لذا بنده ظهر گفتم ایشون رو گرفتند و موضوع رو سوال کردم. آقای فاضل لاریجانی که سمتشون هم سوال کردم، گفتن رئیس دانشگاه آزاد آمل و مشاور رئیس دانشگاه پیام‌نور، گفتن غیر از اینها سمتی ندارن. ایشون گفتن که مدت‌ها جناب آقای مرتضوی پیگیر ملاقات بود. بعد که من بعد از پیگیری‌های زیادی رفتم و اونجا حضور پیدا کردم، عمده اون نشست رو ایشون صحبت کرد و ضمن اظهار ارادت مفصلی نسبت به خانواده آقای لاریجانی، هم خدمت آقای دکتر لاریجانی هم آیت الله آملی، و جمله جملاتی ازشون نقل کرد که من عرض نمی‌کنم. و ایشون رو من باور دارم و درخواست وساطت کردن برای ملاقات با رئیس قوه قضاییه. مطالب مفصلی هم علیه قاضی پرونده خودشون مطرح کردن. فیلم برداری هم اونجا در جریان نبود. بعد من بعد از جلسه با رئیس قوه صحبت کردم، ایشون هم ملاقات رو نپذیرفت. اونجا هم من بعضی نکاتی به ذهنم میرسید در مورد مشکلات دانشگاه و اینا رو مطرح کردن. اون چی که ایشون نقل کرد این جملات رو خدمتتون بیان. حالا فرض کنید که ایشون رو دعوت کردن برای اینکه وقت بگیرن رئیس قوه قضاییه، بعد این بحثا رو می‌کردن، بعد فیلم گرفتن و امروز میان تو جلسه استیضاح. ربطش به استیضاح چیست؟ من اینجا آقای جهانگیرزاده اینجا تشریف دارم، چند بار آقای مرتضوی از من وقت خواست تو این مدت، بفرمایید. عرض کنم خدمتتون توسط مسئول امور پارلمانیشون هم حضوری هم دوبار تلفنی از من پیگیری کردن که یک وقتی رو آقای دکتر لاریجانی برای آقای مرتضوی اختصاص بدن که من چند بار مراجعه کردم. ایشون گفتن چون اصل بر این هست که قانون رعایت بشه، آمدن ایشون بر این است که ایشون باقی بماند. منم اصرار دارم که قانون اجرا شود، از این جهت نپذیرفتند و من حتی شماره دفتر ایشون رو دادم به یک نفرم بس کردم، ولی این اتفاق نیفتاد. آقای مرتضوی دنبال این بود برای پرونده خودشون پیش رئیس قوه قضاییه بره، برای استیضاح پیش من بیاد. من هیچ کدوم مصلحت ندیدم و عمل نکردم. و اگر میکردیم اون وقت امروز چیز دیگه اینجا میگفتن همین ارتباطات منجر به ارتباط به رئیس قوه مقننه شد و من قبول نکردم، گفتم به قانون داره. آقای رئیس جمهور، اینها رو ما صداقت نمیدونیم. این رفتارها و بد اخلاقی ها بلای جان کشور شده. فرض کنید اصلا یکی از بستگان بنده اشتباه کار بوده، چه ربطی به من داره؟ اگر من مثل شما جلسه‌ای که اخوی شما آقای داوود احمدی نژاد با من داشت و مطالب زیادی نسبت به اطرافیان شما
و جریان انحرافی مطرح کرد از ارتباط با منافقین، فساد مالی، ارتباط با خارج، من فیلم میگرفتم امروز اینجا پخش میکردم، براتون خوب بود؟ خب برادر شما یه نظراتی داره، چه ربطی به شما داره؟ ولی شما همین مقدار اخلاق و رعایت نکردین. اگر یکی از بستگان بنده اشکالی داشت، مثل هر کسی دیگه باید رسیدگی بشه. ما مانعی نیستیم، بلکه مؤیدیم. پرونده درست بکنید، باید رسیدگی کنیم. مگه کسی مانع شد؟ چطور این مطلب رو تا امروز ما نگفتیم که یه همچین چیزی هست؟ مثلا زد و بندیه، شما خواستید اینو بگید، هم نوشته هاتون این بود. خب میگفتید رسیدگی میشد، نه به من گفتید نه به قوه قضاییه، امروز پشت میکروفون میگید. اینها مشکلات اخلاقی جامعه ماست. این آقایی که شما نام بردید اصلا در اطراف من نیست، هیچ مسئولیتی هم از جانب بنده نداره. اما فرق قضیه بنده با شما اینه، با این همه مشکلاتی که اطرافیان شما دارند که بعضیشون تعقیباً پرونده دارن، همچنان شما ابقا میکنید و روش هم نیستید. مشکل اینه. دو تا طرز تفکره. ما میگیم اگر یکی از اطرافیان ما اشکالی هم داشت بره رسیدگی بشه، ولی شما مانع میشید. یه بارم در مصاحبتون گفتید خط قرمزه. این خلاف حقه، این خلاف عدالته. چه فایده ای داره که مرتب ما از عدالت صحبت بکنیم ولی با این روش ها کیان اخلاق جامعه رو به فساد بکشیم؟ مشکل ما این است که رئیس جمهور ما اولیات اخلاقی رو رعایت نمیکنه. خب شما اگه مطلبی داشتید چرا اینجا مطرح میکنید؟ استیضاح نمایندگان یه چیز بود، نه ربطی به رئیس مجلس داشت، نه ربطی به مسائل دیگه داشت. اینجا چرا این مسئله مطرح کردید؟ اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور راه انداختید. امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. آقای رئیس جمهور، یک حدیث قدسی هست پیامبر گرامی اسلام نقل کرده که اگر کسی به مسلمانی اتهامی بزند که اون رو خار کنه، خداوند میگه خودش رو آماده کنه برای جنگ با من. نمیدونم به این باور دارید، این حدیث قدسی است. امیدوارم که خداوند همه ما رو هدایت کنه که وقتی در مساند بزرگ می نشینیم اندیشه حکیمانه داشته باشیم، عدالت پیشه کنیم و عدالت به لفظ نباشیم، به رفتار و عمل باشیم. خب اگر اجازه بدید ما استیضاح رو به رای و گلدونه ها رو ببرید. بعدی اجازه بدید بحث رو خاتمه بدیم. بحث رو بفرمایید. شما آقای احمدی نژاد تهمت زدید، جوابتون رو دادیم، حق دیگه صحبتی ندارید. شما اختیار دارید، بفرمایید. به سلامت. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رو رعایت نکردید. بفرمایید. بفرمایید. گلدونه ها رو ببرید و آرا رو جمع کنید. برای